مبحث متغیرها در CSS این چیزیه که میخوایم تو این جلسه در موردش نکاتی رو بهتون بگم. اما متغیرها چی هستند؟ ببینید، ما به وسیله این متغیرها توی CSS میتونیم مقادیری رو بیایم یه جایی ذخیره بکنیم و تو کل پروژه بیایم از اونها استفاده بکنیم. این باعث کد تمیزتر، قابل نگهداری‌تر و پویاتر میشه. حالا منظور من از این حرفا چیه؟ بیایم ببینیم که اصلا برای چی باید از متغیرهای CSS کمک بگیریم و ازشون استفاده کنیم. فرض کن که یک وبسایتی طراحی کردی و کارفرما بهت یه جایی میگه که هر جایی رنگ آبی استفاده شده بیا قرمزش کن. به فرض تو باید بری تک تک فایل ها تو بگردی ببینی کجاها آبی استفاده کردی که کدش رو قرمز کنی و یک کار زمانبر و طاقت فرساییه دیگه، درسته؟ خب اما با متغیرها من فقط میرم یک جا رو، همون جایی که نگهداری میکنم مقادیر رو، یه جا رو تغییر میدم، کل پروژه از همونجا که داره میخونه تحت تاثیر قرار میگیره و همون میشه که کارفرما میخواسته. ببین چقدر راحت داره و میتونی براشون نام هم بذاری دیگه. متغیرها میتونن نام داشته باشه. حالا شیوه تعریفش و استفادهش چه شکلیه؟ من برای تعریف متغیر توی CSS بچه‌ها باید بیام از 2 تا خط تیره دش استفاده بکنم. ضمن اینکه نامگذاری هم گفتم میتونیم داشته باشیم، به حروف کوچیک و بزرگ حساسه. مثلا من میام چند تا متغیر تعریف میکنم. بهترین حالتی که من میتونم متغیری داشته باشم که در کل پروژم، در سرتاسر پروژم ازشون بتونم استفاده کنم، اینه که بیام توی روت تعریفشون کنم، روت پروژم. خب یعنی در بالاترین سطح برنامه‌ام اونا رو تعریف کنم، تو کل برنامه‌ام به اونا دسترسی داشته باشم. برای اینکه بتونم در همچین جایی مشخص کنم که میخوام اینا رو تعریف کنم، باید بیام بگم 2 نقطه روت. 2 نقطه روت. خب که کل پروژه بتونم به اینا دسترسی داشته باشم. گفتیم از 2 تا خط تیره دش استفاده میکنیم و بعد مثلا من میگم رنگ اصلی پروژه من میخواد چی باشه. گفتیم براش نام میذاریم. میگم به فرض پرایمری دش کالر، اسمشو میذارم پرایمری کالر، رنگ اصلی. 2 نقطه میذارم و حالا فرض کن که میخوام کد رنگ بدم، هشتگشو یا اسم رنگشو میدم 4CAF50 مثلا. خب سمیکالن رو میذارم. میتونم داخل این باز بیام مقادیر دیگه رو براشون متغیر تعریف بکنم. میخوام اندازه فونت سایز تو پروژم رو بیام مثلا 16 پیکسل بذارم. مثلا میگم اندازه متنام فونت سایزشون 16 پیکسل باشه. خب برای اینکه بتونم به این مقدار دسترسی پیدا کنم باید براش یک نام میذارم. میگم مثلا تکست دش سایز 2 نقطه فرض کن 16 پیکسل یا هر عددی که مد نظرته. یا مثلا برای پدینگ ها دش پدینگ دیگه هرچی مقدار داری میتونی اینجا بیای براش تعیین بکنی. چند نمونه مثال برات میزنم. پدینگ بیس خب مثلا 10 پیکسل باشه و حالا من میخوام که یه دکمه داشته باشم. اینجا میام یه باتن میذارم، متنشم میگم کلیک می و توی CSS میام سلکتش میکنم این باتن رو و میگم بکگراند کالرش رو میخوام رنگ بدم، ولی نه که رنگ مستقیم بیام بدم. قبلا من میومدم این کد رنگ رو میدادم میذاشتم اینجا. خب این همون مشکلیه که باید کارفرما بگه رنگا رو عوض کنم، بعدم تک تک جا رو پیدا کنم و تغییر بدمه. ولی من میخوام از این اسم استفاده کنم. خب برای اینکه ازشون استفاده کنیم از متغیرها یا همون وریبل ها، باید بیام از یک ور استفاده کنم، یک متدی به نام ور، یعنی وریبل متغیر، روش تبو میزنم و اینجا هر چی متغیر تعریف کردی برات میاره. مثلا میخوام از متغیر پرایمری کالر استفاده کنم. خب الان این اگه بریم اجرا بگیریم باید رنگش همین رنگی شده باشه. ببین من یکم زوم میکنم،
رنگش سبز شد، همون پرایمری کالر من شد. و فکر کن که این بک‌گراند کالر با این متغیره با ور داری در جاهای مختلف مثلا 50 جا داری ازش استفاده میکنی. کارفرما که بگه بیا مثلا قرمزش کن، تو فقط اینجا رو میای قرمز میکنی. خب و همه اونهایی که دارن از وریبل پرایمری کالر استفاده میکنن همه یک جا یک دفعه قرمز میشن و این خیلی عالیه. خب فونت سایزش رو مثلا میخوام تغییر بدم، میگم فونت سایز، باز میخوام از اون متغیر تکست سایز استفاده کنم، میگم که وریبل فلان. الان اگه بریم نگاه کنیم، خب من زومم کردم دیگه، حالا بزرگترم شده قطعا، یا اگه مثلا 18 میکردیم از اندازه استانداردش هم بزرگتر میشد. خب یا مثلا پدینگ وریبل داش پدینگ بیس، ببین از تو پدینگ گرفت. اینا استفاده هایی که میشه انجام داد. اما متغیرها بچه ها میتونن یک اسکوپ داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی یک دامنه‌ای داشته باشن، جایی که بشه بهشون دسترسی داشت. ما وقتی میایم روی روت اینا رو تعریف میکنیم، خب در تمام سند HTML هم این قابل دسترسیه، همه میتونن بهشون دست پیدا کنن و ازشون استفاده کنن وقتی که تو روت باشه. به این میگن اسکوپ گلوبال یا دامنه سراسری، همه بهش دید دارن. اوکیه؟ خب ولی چیزی که تا الان در موردش صحبت نکردیم دامنه یا اسکوپ محلیه، لوکال اسکوپ. یعنی چی؟ یعنی من بیام متغیرم و داخل یک سلکتور مشخصی تعریف بکنم. وقتی این کار بیام بکنم فقط داخل همون عنصر و فرزنداش قابل دسترسیه. یعنی چی این چیزی که گفتم؟ من میگم که آقا یه دیو میام اینجا میذارم، کلاس کارت هم بهش میدم. حله؟ خب دیگه اینا رو کاری باش نداریم. بعد میگم که یک دات کارت داریم، یه دیو با کلاس کارت داشتیم که میخواد یه ویدث 300 داشته باشه، ارتفاع 200 داشته باشه و یک متغیرم اگه بخوام تعریف بکنم براش میگم داش گفتیم با داش دیگه، کارت داش بی جی مثلا اسمشو میذارم. خب 2 نقطه و رنگشو میام اینجا مشخص میکنم، مثلا میگم اورنج. خب حالا من اگه بخوام بک‌گراند کالر بدم به این باکس کاردم، میتونم چون تو خود همون محل تو لوکال همین کارد این تعریف شده، میتونم اینجا مش دسترسی داشته باشم دیگه، میتونه ببینتش. میگم بک‌گراند کالر وریبل کارت بی جی. الان اگه بریم نگاه کنیم بک‌گراند کالر این دیوی که تعریف کردم نارنجی شده. اینا زومش رو زوم اوت کنیم. خب به همین راحتی. اما اگر که من فرض کن یک سلکتور دیگه مربوط به تگ دیگه ای حالا که بیرون از این تگ باشه تعریف میکردم، مثلا دات ساید بار، خب که جز بچه های این نیست و بیرون این فرض کن باشه، مثلا اینجاها باشه. اگه بیام بگم بک‌گراند کالر میخوام به تو بدم و از وریبل کارت بی جی استفاده کنم، خب بریم ببینیم که این کار نخواهد کرد. من نیاز دارم که دیو اینجا باز بذارم، کلاس ساید بار بهش بدم همین. خب و بعد بیام برای اینکه محدودش مشخص کنم یه ویدث 200 یک اچ یا هایت 100 بهش میدم. بریم ببینیم که اصلا این ساید بار ما نمیبینیمش چون این بک‌گراند رو به خودش نگرفته. میبینی همین یک دونه است که همون بالا بوده، این ما اینو ندیدیم چون این ساید بار که اینجا باشه و بیرون این دیوه و جز فرزنداش حساب نمیشه به این دسترسی نداره. این نکته که باید بهش دقت داشته باشی.
یک نکته که باز خیلی نمیدونن و باش آشنایی ندارن اینه که من پس اینو پاکش میکنم، یا مثلا همینجا پارامتر دوم هم میگیره این متد ور. پارامتر دومش رو میتونم با کاما جدا بکنم و بهش ورودی دوم بدم، مثلا میگم رد. خب این الان دیگه میاد دیده میشه. بنا به دلایلی اگه اینو نتونست بخونه، خب یا تعریف نشده بود، اشتباها داری استفاده میکنی و حواست نیست، یا مثلا اینجا فکر میکردی که به این دسترسی داری در صورتی که نداشتی چون فرزندش نیست، میتونی یه پارامتر دومی هم بهش پاس بدی، رنگ دومی یا مقدار دومی. حتما رنگ نیست دیگه، مثلا ما اینجا دیدیم فونت سایز بود، پدینگ بود، هر مقداری با هر پراپرتی. مقدار دوم رو به عنوان پارامتر دوم بهش پاس بدی، اگه اینو نتونست بخونه میاد اینو جایگزین میکنه. بر همین شد که چون به این دسترسی نداشت ردش کرد. دیدی چه قشنگ؟ این هم از این نکته که حواست بهش باشه. و نکته آخر که میخوام بهش بپردازم اینه که ما میتونیم با مدیا کوئری هایی که در جلسه پیش بهتون آموزش دادم به بحث واکنشگرایی وبسایت و ریسپانسیو سازیش، میتونیم اونها رو، همین متغیرها رو در سایزهای مختلف نیز بیایم چیکار کنیم؟ تغییرشون بدیم. یعنی چی اینی که من دارم میگم؟ ببین من فرض کن تو اول پروژم اومدم گفتم میخوام در سطح گلوبال متغیرهایی داشته باشم، مثلا داش داش BG کالر 2 نقطه فرض کن که گرین باشه. خب بک‌گراند کالر رو میخوام کلا گرین بذارم تو کل پروژه فرض کن. و مین اسپیسینگ فاصله ها رو هم میخوام مثلا 20 بذارم، مثلا پدینگ، مارجین اینا، فعلا همینا. خب بعد من میتونم به وسیله مدیا که گفتیم مدیا کوئری ها رو این شکل تعریف میکنیم، خب بعد میگفتیم اند، یادتونه اگه یادتون رفته من آموزش کاملش رو در جلسه مربوط به مدیا کوئری ها که جلسه پیش باشه و لینکش رو داری این بالا الان مشاهده میکنیم، میتونی روش بزنید و ببینیش، کامل براتون توضیح دادم. و پرانتز میذاشتیم، میگفتیم حالا مثلا از مین ویدث 768 پیکسل، 768 پیکسل، یعنی از این سایز نمایشگر به بالا این مدیا میاد رو کار. اینم بهتون بگم بچه‌ها همیشه اینجوری نیست مین ویدث باشه، میتونه مکس وید هم باشه، مکس ویدث. ولی ما چون بر حسب گفتم موبایل فرست، اول موبایل طراحیمون رو انجام میدیم، مین ویدث میریم. وقتی اینجوری میای میگی یعنی تا حد اکثر 768 پیکسل عرض نمایشگر اگه بود اینطوری بشه. خب پس بنابراین حالا بیا اینم بگیم، حالا که مین ویدثش رو جلسه مربوط به مدیاها کار کردیم، اینم مکس ویدثش هم کار کرده باشیم. میتونم بیام میگم 2 نقطه روت، همین روتی که بالا تعریف کردم، منتها توی سایز نمایشگرهای کوچیک، یعنی تا حد اکثر 768 مین اسپیسینگ همون چیزی که اینجا تعریف کردم، خب به جای 20 مثلا باشه 10. یا بک‌گراند کالر داش داش BG کالر مثال میزنم خب مثلا باشه بلو. یا تو مدیا کوئری های دیگه بتونی باز اینا رو چیکار کنی؟ تغییر بدی. خب من میام اینجا اینو پاک میکنم، یه دیو کارت دارم، میام میگم دات کارت، خب یه ویدث 300، یه ارتفاع 100 و یه بک‌گراند کالره. خب از وریبل استفاده میکنم و میگم BG کالر. حالا میتونیم پدینگ بهش بدی، از همون مین اسپیسینگ استفاده کنی که دیگه من این کارو میذارم به عهده خودت.
بک‌گراند کالری که من استفاده کردم به عنوان بیجی کالر متغیر رو بهش پاس دادم. حواسم بهش هست که تا سایز 768 باید آبی باشه، از اون بزرگتر باید بشه سبز. ببینیم یا کن از 768 بزرگتره الان صفحه من، پس سبز شده. الان نگاه کن 910 همچنان از 768 بزرگتره، ولی وقتی که میام تو سایز کوچیکتر از 768 این آبی میشه به همین راحتی. یعنی میخوام بگم که اگه کارفرما گفت این مثلا توی موبایل اندازه اینقدر باشه، مقدار اینقدر باشه، مقدار این باشه، تو سایت‌های بزرگتر مقدار متفاوت بشه، راحت میتونی بیای با متغیرها و مدیا کوئری ها این قضیه رو هندلش بکنی. این هم شد یک بحث جامع از متغیرها در CSS. امیدوارم که برات مفید بوده باشه. اگه آموزش رو دوست داشتی لایک و کامنت فراموشت نشه و لطف میکنی و خوشحالم میکنی که چنل رو سابسکرایب داشته باشی، از آموزش‌های جدید زودتر از همه با خبر بشی. دوستتون دارم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.